مانی خوشبین رو که از ویدیو قبل میشناسین. حالا بریم سراغ قسمت جذاب کلکسیونش، یعنی بوگاتی‌هاش. بوگاتی شیرون هرمس ادیشن، خاص‌ترین ماشینش با طراحی داخلی و جزئیات بیرونی اختصاصی هرمس، موتور 1500 اسب بخاری و سقف اسکای ویو. جلو پنجره این ماشین شخصی سازی شده با حروف اچ اول کلمه هرمس و توی خودرو و زیر اسپویلر هم از طرح اسب‌های در حال دویدن استفاده شده. ساخت و اجرای جزئیات این ماشین 3 سال زمان برد و قیمتش هم به گفته خود مانی 7 میلیون دلاره. دوستان متوجه قیمت هستین؟ با قیمت‌های امروز این ماشین حدوداً 900 میلیارد تومان، اصلا نزدیک 1000. شما بگو یک همت قیمت این ماشینه. اونم فقط ماشین خالص، جدای از تعرفه واردات و پلاک و غیره اگر وارد بشه. بوگاتی بولید 1600 اسب بخاری با سرعت مثبت 500 کیلومتر بر ساعت که فقط 40 تا ازش تولید میشه و کف قیمتش هم 4 میلیون یورو هست. ماشین بعدی یه بوگاتی ویرون 2 میلیون دلاریه که این ماشین یکی از معمولی ترین ماشین‌های کلکسیونشه. حالا چرا؟ چون شخصی سازی نشده. بعدی یه بوگاتی ویرون گرند اسپورت ویتس رمبرندت ادیشن 1200 اسب بخاری که کلا 3 تا ازش تو دنیاست که یکیش هم برای آمریکا تولید شده و اون یه دونه رو هم مانی خریده. قیمتش هم حدوداً 3.5 تا 4 میلیون دلاره. بوگاتی بیبی 2 که برای پسرش انزو خریده، البته انزو فراری نه، انزو خوشبین. نسخه برقی و کلکسیونی از این مدل کلاسیک بوگاتی که کلا 500 تا ازش تو دنیاست و قیمتش هم از 30,000 یورو شروع میشه. قدیمای تسلا هم داشت که خدا رو شکر چند وقتی که دیگه خبری از اون جارو برقی نیست. من ارشیام و راجع به دنیای خودروها صحبت میکنم. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر اینستام فالو کن و یوتیوب هم رو هم که لینکش توی بیو هست سابسکرایب کن. راستی پیشنهاد بده ویدیوهای بعدی راجع به چی باشه.